بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد. سورة زلزله، سوره زلزله یا که زلزله میگیم، خودمون تاجیکا زلزله میگن. سوره زلزله، این سوره مبارکه چگونه که دیدیم زلزله نام دارد. سوره زلزله، زمین لرزه میگویند. زلزله به معنای زمین لرزه می آید یا که زلزله. سوره زلزله نام دارد. نامگذاری این سوره توقیفی است و جهت نامگذاری این سوره چون این سوره مبارکه با زلزله شروع شدگی است. اذا زلزلت الارض زلزالها، آنگاه که زمین لرزد یا که لرزانده شود و سختتر و شدیدتر بلرزد. برای این خاطر این سوره را سوره زلزله نامیدند. و همچنین سوره اذا زلزله هم گفته می شود. اذا زلزله و همچنین سوره زلزله گفته می شود چون در اینجا وارد شده است در این سوره مبارکه زمین لرزه، تکان خوردن زمین و در دهشت افتادن مردم. و این سوره مبارکه سوره زلزله از 8 آیات عبارت است و در مدینه منوره نازل شده است و ترتیب نازل شدن این سوره مبارکه 93 است، اما در مصحف در قرآن باشد 99 است. این سوره مبارکه از آیه اول تا آیه 8 موضوع این سوره زلزله احوال روز قیامت است، بیان احوال روز قیامت و بیان دقت حساب و کتابی که مردم در آنجا قرار میگیرند. پروردگار ما را شامل رحمتش قرار بدهد. مقصدهای این سوره مبارکه سوره زلزله تذکیر، ذکر یادآوری و بیان احوال قیامت و دقت حساب و کتابی که در آنجا مردم قرار میگیرند است. و هدفهای این سوره مبارکه باشد این سوره برادران و خواهران گرامی دهشت‌های روز قیامت، به خصوص آن زمین لرزه شدیدی که پیش از قیامت رخ می‌دهد را بیان می‌کند. آن زمین لرزه سخت و دهشتناکی که در آن هر بنای بلند و مستحکم و قوی پاره پاره می شود و نیز هر کوه مستحکم و بزرگ و عظیم جثه فرو می ریزد و در آن روز چیزهای عجیب رخ می دهد، به مانند آنکه زمین مردگان را از خود بیرون می آورد و گنجهای قیمت بهایی که در درون خود بودن را بیرون می پرتاید و هر یک شخص را برای آن چیزی که در روی آن زمین در روی این زمین کرده است شهادت می دهد و می گوید زمین من در فلان روز فلان کار را کردم، فلان روز فلان کار را کردم و همه این از جانب آن روز است. و رفتن مخلوقات به آن سرزمین جمع شوی بر محشرگاه و همچنین بودن مردم اهل بهشت بر بهشت یا که اهل دوزخ بر دوزخ. پروردگار ما را از اهل بهشت قرار بده و از اهل دوزخ دور بساز. یعنی بیان تقسیم شدن مردم به دو گروه، بین بدبختان که روی آوردن از دین الله سبحانه و تعالی با دین الله عمل نکردند و نیکبختان که به سوی دین الله سبحانه و تعالی روی آوردند و قرآن و سنت و دستورالعمل زندگی خود قرار دادند خوشبخت شدند. این روزها را و این چیزها را این سوره زلزله برای ما و شما وصف میکند. و مناسبت این سوره مبارکه با سوره قبلیش پیش بودگیش هنگامی که الله سبحانه و تعالی در سوره بینه که پیش از این است بیان احوال کفار را ذکر نمود که کافران در آتش جهنم قرار میگیرند و اهل ایمان در جنت هستند. گویا این که میگوید این کی شروع می شود، این قیامت کی برپا می شود، کی اهل بهشت بر بهشت و اهل جهنم بر جهنم هر کی به آنچه که عمل کرد جزا داده می شوند. و این است که الله سبحانه و تعالی این هنگام می فرماید اذا زلزلت الارض زلزالها، آنگاه که زمین لرزانده شود، تکانده شود به سختترین لرزش ها. و مناسبت این سوره، مناسبت اول این سوره زلزله با سوره بر آخرش، الله سبحانه و تعالی این سوره را شروع نمود با ذکر بعضی از احوال یوم القیامت، روز قیامت، و خاتمه داد این سوره را بر جمع بین وعده الله و وعید و عذاب الله. و همچنین الله سبحانه و تعالی ذکر می نماید یک ذره خیری که انجام داده بودی آن را می بینی و یک ذره بد و شری که کرده بودی آن را هم میبینی. و این برای الله سبحانه و تعالی چی بسا آسان است، چی بسا این برای الله سبحانه و تعالی آسان است. این از آن احوال. اذا زلزلت، زلزله را میفهمی معنیش را هنگامی که به حرکت سخت بدرآید. زلزالها یکی حرکت شدید قرار بگیرد. برای همین در فرمود که یومئذ تحدث اخبارها، گفت یعنی که آن روز هنگامی که این قیامت فرا برسد برپا بشود و این زمین تکان بخورد شهادت میدهد این زمین به هر کسی که در این دنیا در بالای این زمین هر چی رو که انجام داد، هر جا که قرار داری،
شهادت میدهد بر هر عملی که در هر شبانه روز ما و تو انجام میدهیم. زمین بر ما و شمایان شهادت میدهد از آن خیر و از آن شر، از هر چی که انجام یافت. برای همین این زمین با نص این آیه کریمه این زمین شهادت میدهد. از جمله شاهدان بر ما و شمایان در آن روز قرار میگیرد که بر این بندگانی که در این روی زمین از اعمال خیر و شری که انجام داده ایستادیم این شبانه روزی، بر این شاهد و گواه است. برای همین فرمود که یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، گفت در آن روز مردم پراکنده از قبرهای خود بیرون میشوند. لیروا اعمالهم، تا آن اعمالی که در این دنیا انجام دادن آن اعمال خود را ببینند و وابسته با آن اعمالی که تلاشی که در این دنیا از خیر و بد کردند به سزای آن میرسند. هیچ کسی نیست در آن روز مگر اینکه نفسی میگوید، نفسی خود را لازم میگیرد. هر کی نفسی خود میگوید، چون که امروز انسان در فکر یاد پدر و مادر و خویش تبار و برادر و هر چیز، زن و فرزند کودک، هر چیز انسان را از راه حق باز می‌دارد، همین گونه هست. هر چیز کوچک خرد و بزرگ انسان را از راه حق باز می‌دارد. چه بسا مردم را این چیزها از راه حق باز داشتند، ولیکن آن روز هیچ کسی نیست مگر اینکه نفسی میگوید، خودم میگوید. اگر نیکوکار بود، اگر اهل خیر بود، پس میگوید برای چی من احسان و نیکویم رو بیشتر نکردم؟ چرا من بیشتر اعمال خیر رو انجام ندادم؟ اگر غیر این باشد، به مثل اینکه گناهانمان زیاد است، الله ما رو مورد اوفش قرار بدهد، میگوید که برای چی من از این گناهانی که کردم از اونها دست نکشیده بودم؟ چرا از این گناهها دست نکشیدم؟ چرا توان آن را داشتم؟ کسی مجبورم هم نمیکرد، چرا از این گناهان دست نکشیدم؟ این است آن جایی که ثواب و عقاب بنده در آنجا دیگر حساب کتاب می شود. برای همین ابن عباس فرمودند که مردم در آن روز وابسته بر آن اعمالی که انجام میدهند تفریقه می شوند، جدا می شوند. و برای همین در این آیت در بعدی فرمود که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، پس هر کس به اندازه ذره نیکی کرده باشد پاداش آن را در آخرت می‌بیند. ذره نیکی کردی پاداش آن را در آخرت می‌بینی. پس بر حذر باش از کم شمردن طاعت و عبادت ها. با تضرع، با استغفار، با قلب سالم هیچ کس در نزد الله سبحانه و تعالی ضایع نمی‌گردد. هر کی الله سبحانه و تعالی را با قلب سالم خالی از شرک و کفر و گناه و معصیت اگر روپرو شود، الله سبحانه و تعالی او را پاداش بزرگی می‌دهد. اعمال نیک در نزد الله سبحانه و تعالی از بین نمی‌رود، بلکه استغفار با زبان همچنین این نیکی هست. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. چیزی تو رو من نمی‌کند از این کلمات. پس بگو. پس هنگامی که انسان زبانش را بر این ذکر و استغفار به حرکت بیدار در غفلت، برایش بهتر است که چیزی نگوید. برای انسان بهتر است که زبانش را در غفلت به ذکر یاد الله مشغول بسازد از این که غیبت شخص مسلمان را بکند. و از نیکی‌های مردم این است که سکوت را اختیار نماید. برای همین الله فرمود فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، اگر یک ذره نیکی را کردی حتما او را می‌بینی. و در آخر چی فرمود؟ و من یعمل مثقال ذره شرا یره، و هر کس به اندازه ذره بدی کرده باشد عذابش را در آخرت خواهد دید، آن را خواهد دید و خواهد چشید. مثقال این وزن است، یک وزن خرد مثل یک ذره هست، یک مرچه خرد که با چشم آن را دیده نمی شود. این عبارت از آن است که هر عمل نیک انسان داده می شود و هر عمل بد انسان هم بر او داده می شود در آن روز. و توفیق از جانب الله سبحانه و تعالی است. در این سوره زلزله الله سبحانه و تعالی خبر می‌دهد، بر بندگانش خبر می‌دهد از آن چیزی که روز قیامت برپا می‌شود. چون زمین در حرکت می‌دراید، در لرزه می‌دراید، پاره می‌گردد، تمام آن بیناها و آن کوه‌هایی که میخ زمین هستند همه پاره می‌گردد. کوه‌ها به مثل خاک قرار می‌گیرند. یک زمین راست این زمین قرار می‌گیرد. اذا زلزلت الارض زلزالها، آنگاه که زمین لرزیده شود، تکان داده شود، سخت‌ترین تکان دهی را و اخرجت الارض اثقالها، و زمین بارهای سنگینش را از مرده‌ها، از کنزها، هر چی که هست بیرون برآورد. آنچه که در داخل خود پنهان کرده است طول اینقدر عصرها و سالها آنها را بیرون میبرد. و قال الانسان ما لها، و آدمی از ترس، از دهشت میگوید این زمین رو چی شده است؟
هنگامی که میبیند این دهشت رو که زمین تکان خورده ایستاده است، در حرکت است، هر چیز داخل خود رو برآورده ایستاده است، کفیده ایستاده است، این امر عظیم رو میبیند. میگه چی شده است بر این زمین؟ یومئذ تحدث اخبارها، در آن روز زمین خبرهای خود را از نیک و بد حکایت میکند. تمام خبرهایی که هر کسی که هر چی که کرده بود همه آنها را حکایت میکند. شهادت میدهد بر آن کسانی که در این روی زمین هر کاری را که انجام دادند، از خوبی از بدی، هر چی که در بالای او انجام داده شده بود و هر کی هر چی انجام داد، برای همین زمین از جمله شاهدان است که در آن روز یا بر ما یا بر علیه ما شهادتی میدهد. بأن ربک اوحی لها، برای چی؟ زیرا پروردگارت بر او امر کرده است. این فرمان پروردگارت است که خبر بدهد هر چی که در روی او فرا گرفته بود، انجام داده شده بود، همه این رو خبر بده. الله امرش میکند خبر بده ای زمین که این مردمی که در بالای تو گناه و معصیت کردن، تکبری و سرکشی سرپیچی کردند، نافرمانی من پروردگار را کردن، پس خبر بده ای زمین. دیگر بر دهان آن سرکشان مهر زده می شود و زمین خبر می دهد همه چیز را. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، در آن روز مردم پراکنده از قبرها بیرون می آیند، پراکنده از قبرها بیرون می شوند. به خاطر چیز؟ به خاطر آن روز حساب و کتاب، تا عملهایشان را به آنها نشان بدهند که چی کردند، خوبی یا که بدی. این از موقف های قیامت است، تا اینکه الله سبحانه و تعالی بین مردم قضاوت نماید. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اشتاتا، بین مردم با اعمالشان فرق جدایی بیاندازد. لیروا اعمالهم، تا که اعمال خود رو ببینند، تا اینکه الله سبحانه و تعالی اعمالی که انجام دادن اعمال آنها رو برای آنها نشان میدهد. چه اعمال نیک، حسنات های خوب انجام دادن یا چه اعمال های بد، تا بر آنها جزا ببینند، جزا بگیرند. پروردگار ما را مورد عفو خود قرار بدهد. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، پس هر کس به اندازه ذره نیکی کرده باشد، پاداش آن را در آخرت میبیند. این شامل است، عام خبر میدهد از بدی و نیکی، از هر چیز خرد و بزرگی. چون مثقال گفت، یک ذره خرد اندک هم باشد، ذره که حقیرترین کمترین چیز است، اگر از آن الله تو را آگاهی کند، پس وای بر حالی آن کسانی که اعمال زشت زیادی دارند، اعمال بد زیادی دارند، اعمال های مثل کوه بزرگ گناهان و معصیت ها دارند. برای همین الله میفرماید که یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر، یوم تجد، آن روز میبینی هر نفسی رو آن اعمال خیری که انجام داد بر آنها حاضر کرده میشود. و ما عملت من سوء، و از آن اعمال بدی که هم انجام داده است. تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا، آرزو میکند، تمنا میکند که بین این بنده و آن اعمالی که انجام داده یک ستون بزرگ باشد، یک چیز به اندازه دوری باشد. و وجدوا ما عملوا حاضرا، و در آن روز هر آن چیزی که انجام دادن در نظرشون حاضر می شود. دیگر این آیت بیانگر غایت و مرتبه های بالای ترغیب است، ترغیب کنندن بندگان بر فعل خیر اگر کمی هم باشد، و ترهیب است، ترسانیدن است از آن شری که اگر چند حقیر هم باشد. و توفیق از جانب الله سبحانه و تعالی است.